سلام، به کانال مجتبی روحی خوش اومدید. در این ویدیو درباره چالش و فرصت‌های املاک صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. بریم سراغ قسمت پایانی و صحبت‌هایی که اینجا باهاتون میکنم. خیلی مهمه، خیلی حائز اهمیته و با دقت گوش کنید. خواهش میکنم هیچ جا رو جلو نزنید و از کلمه به کلمش استفاده کنید، چون میتونه زندگیتون رو متحول کنه. ما صحبتی که کردیم درباره دسته دوم بود که من تقسیم بندی کردم به غیر املاکی‌ها، بیکارها، کاسب‌ها یا کسایی که شغل آزاد دارن و کارمندها. بیکارها کسایی که بیکارید، آقا دانشجویید، تازه میخواید وارد کار بشید یا اصلا بیکارید، برید دنبال علاقتون رو پیدا کنید که خیلی علاقتون پولساز باشه. این خیلی مهمه، این علاقه خیلی مهمه که پولساز باشه. در بعضی از مواقع اگر پول در بیاد، یعنی پول خوب شما در بیارید، علاقه هم بعدش ایجاد میشه نسبت به کارتون. ولی بعضی موقع شما میری یه کاری انجام میدین، مثلا عاشق کار تئاتری، ولی درآمد نداره و نمیتونی زندگی تو بچرخونی، مجبور میشی که حذفش کنی و علاقتو بذاری کنار و بری سراغ کاری که پول ساز باشه. پس این خیلی مهمه. من حتی این شرایط دارم برای کسایی که بیکارن، اینه که کسایی که دوره پنتهاوس من هستن که شغل املاک رو انتخاب کنن، از خودم آموزش ببینن و حتی بیان پیش خودم شروع کنن به کار کردن. خیلی جذابه. شاید هر کسی این شرایط رو برای آدم ها نذاره، ولی من سعی کردم که شرایطی ایجاد کنم که آدم ها بتونن پول بیشتری در بیارن. پس اگر بخوای شغل املاک رو انتخاب کنی، میتونی آموزش ببینی از خودم و بعدش بیای پیش خودم کار کنی. کسان دسته بعدی که میخوام درباره‌شون صحبت کنم، بحث کسایی که شغل آزاد دارن. کسایی که شغل آزاد دارید یا کاسبید اصطلاحاً، که فکر می‌کنم دسته خیلی زیادی باشن، یعنی تقریبا میتونم بگم نصف با دسته کارمندا و شاید یک کوچولو بیشتر. تو زمینه‌ای که دارید کار میکنید، هر زمینه‌ای، درباره‌اش صحبت کردم یکم عقب‌تر ولی میخوام بیشتر بهتون بگم. هر زمینه‌ای که دارید کار میکنید، سعی کنید که برید ببینید تو اون زمینه چطور میتونید رشد کنید، چطور میتونید پیشرفت کنید، چطور میتونید درآمدتون رو ببرید بالاتر. این خیلی مهمه. برو ببین، بگرد، ببین. الان یه فضایی هست، همونجوری که صحبت کردم توی قسمت قبلی درباره‌اش، یه فضایی هست به اسم اینستاگرام و فضای مجازی یا هر جای دیگه، یوتیوب، میتونید برید بگردید و ته نداره. یعنی وقتی این فضاهای بزرگ وجود داره، شما میتونید تو اینا برید سرچ کنید. تو قول بهتون میدم 95% این کارو نکردید. با یه سرچ ساده میتونید برید ببینید آدم‌هایی که تو رسته شغلی شما هستن، تو صنف شما هستن، چجوری دارن درآمدهای خوب به دست میارن. برو بگرد و اونا رو پیدا کن و از طریق اونا درآمدتو ببر بالا. این خیلی مهمه. راه حلش اینه که شما ببینید با چه روشی میتونی این درآمد رو بالاترش ببری و اینو میتونی از آدمایی که این کارو دارن میکنن در حال حاضر کپی برداری کنی. آقا نمیخواد خلاقیت به خرج بدید. من تو سمینارم گفتم قبل از این که آقا خلاقیت رو بذار کنار، کپی کن، مسیر رو ببین، کپی کن. توی مسیر که داری میری شما خلاقیت بخوای یا نخوای داری و به سبک خودتون کار رو انجام میدی و این میشه خودش یک نوآوری. من اون حرفی که اونجا زدم معنیش اینه که شما وقتی داری یه کاری انجام میدی، به سبک خودت اون کار انجام میدی و زمانی که اون کار انجام بشه به سبک شما، ولی طی مسیر یک شخص موفق، اسمش میشه نوآوری و یک چیز جدید خلق میشه و اونجاست که شما میتونید درآمد زیاد داشته باشه. ولی یه نکته ای داره، سقف درآمدی کار خودتون ببینید چقدر. خیلی مهمه. ببین شما یه زمانی میبینی آقا میگه کار من مثلا مکانیکیه، من دستم تو کاره، هر چقدرم که بخوام درآمد رو بیشتر کنم با نمیدونم فلان و بیسار اینها، با 1000 تا روش، باز یه سقفی داره. بیشتر از اون نمیشه. آقا من خودم رو بکشم، تمام انرژیمو بذارم، نهایتا میتونم مثلا 40 میلیون در بیارم، 50 میلیون در بیارم، 100 میلیون در بیارم. نهایتش اونجا سقف درآمدیت. ببین چقدر خیلی مهمه که شما سقف درآمدی کارتو پیدا کنی.
یه پیشنهاد، ببین من یه سری چیزا رو بلدم، راهیه که خودم رفتم، به شما پیشنهاد میکنم. شما با از اونایی که شغل آزاد دارن، خب اونایی که تو کار شغل آزادن، شما قطعا ارتباط هایی داری، چون یک کاسب بالاخره مشتری های مختلف از همه قشرها داره. خب حتی همون مکانیک یه سری مشتری ها از قشرهای مختلف داره. من پیشنهادم بهت اینه، گوش کن با دقت. پیشنهاد من به شما اینه که وارد آموزش ببینی، وارد شغلی بشوی که سقف درآمدی نداره. مثلا شغل املاک به هیچ عنوان سقف درآمدی نداره. من دارم درباره اینکه یک ملک رو بفروشی صحبت میکنم، ولی زوایای دیگه ای هم داره کار املاک، کسی درباره‌اش صحبت نمیکنه. عزیز من، کسی نمیاد به شما بگه، ولی من اینجا به شما میگم و بیشتر توضیح میدم کجا، توی آموزشایی که تخصصی میخوام بدم توی بحث املاک. شما میتونی خیلی کارهای دیگه و خیلی درآمدهای دیگه از شغل املاک داشته باشی. چطور؟ الان ببین، شما در حال حاضر در مملکت ما نزدیک به 6 میلیون مسکن ما سالانه، یه توضیح بهتون بدم، ما سالانه نیاز به 2 میلیون مسکن داریم. یعنی با جمعیتی که داریم ما سالانه نیاز به 2 میلیون مسکن داریم. خب اینو بذار کنار. مردم شرایطشو ندارن، نمیتونن، زورشون نمیرسه بخرن، دولت نمیتونه اینقدر مسکن تولید کنه و بسازه. سازنده ها کلا توی سال گذشته نزدیک به 400,000 تا، فکر میکنم حالا دقیقشو، ولی همچی عدداییه، حدود 400,000 تا مسکن ساخته شده. 2 میلیون کجا، 400,000 تا کجا؟ خب پس اینو ولش کن. چیزی که مهمه، 6 میلیون مسکن به خاطر اینکه گرون شده، به خاطر اینکه شرایطشو ندارن خونه‌شون عوض کنن، به خاطر اینکه خونه‌شون قدیمی شده، نیاز به بازسازی دارن. ببین دارم نکته بهتون میگم بی‌نظیرا، هیچ جای این نکته رو به شما نمیگم. نیاز به بازسازی داره این خونه‌اش چند متره؟ 70 متره. شرایطشو نداره خونه‌شو عوض کنه، قسطاش زیاده، کارمند کاسبه، اصلا بیکاره، ولی یه خونه داره. خونه قدیمی شده، از همه جاش داره چه میدونم خاک میاد، فلان میشه، آب میریزه، در مثلا چه میدونم ترک خورده، هر چیزی، هر کابینت قدیمی شده، نمیدونم در سرویسش نمیدونم تبله کرده و هزار و یک داستان دیگری که نیاز داره به این بازسازیه. نمیتونه خونه رو عوض کنه ولی مجبور بازسازی کنه، چون خونه داره رو سرش خراب میشه. میگه آقا هزینه بازسازی رو میتونم جور کنم ولی هزینه خونه عوض کردن رو نمیتونم. میتونم کف خونم عوض کنم بگم خونم نو شد، میتونم یه رنگ بزنم، یه کاغذ دیواری بکنم بگم خونم نو شد، ولی نمیتونم خونه رو عوض کنم. پس اینکه آمارایی که دارم بهتون میدم واقعیه، نیاز به بازسازی دارن. شما با توجه به ارتباط هایی که دارید، اونایی که کاسب بودن، با توجه به ارتباط هایی دارید، آدمایی که میشناسید تو شغلای مختلف، تو رسته‌هایی که مربوط میشن به بحث بازسازی، سنگ فروش، سرامیک فروش، کابینتکار، گچکار، چه میدونم اوستاس، بنا، نجار، یا هزار یک داستان دیگه، چه میدونم کاغذ دیواری میزنه، چه میدونم کنافکاره و هزار یک رسته داره. با توجه به این ارتباطاتتون میتونید بیاید تو شغل املاک. اول گوش کن، ببین تو باید یه سری ارتباطات بگیری بعد بتونی کارا رو انجام بدی. تو با استفاده از اون ارتباطایی که داری میتونی یک تیم تشکیل بدی. گوش کن، خوب گوش کن. میتونی یک تیم تشکیل بدی. تیم چی؟ بازسازی. املاکی هم اگه هستی این حرف خوب گوش کن. تیم بازسازی تشکیل بدی. ولی این خونه هایی که 6 میلیون خونه ای که نیاز دارن رو از کجا پیدا کنی؟ از کجا پیدا کنید؟ اینجاست که من میگم شغل املاک میتونه به شما کمک کنه.
شما وارد شغل املاک میشید، باید هر روز برید کارشناسی، باید خونه‌های جدید ببینید، باید با مردم ارتباط داشته باشید، خونه برای رهن گذاشته، خونه برای اجاره گذاشته، خونه برای فروش گذاشته. اینا آدمایی هستن که مالک یک منزل یا یک خونه هستن یا آپارتمان یا اصلا برج یا سازندن یا هر چیز دیگری. خب شما با اینا که ارتباط بگیری میتونی این 6 میلیون مسکن رو پیدا کنی از طریق شغل املاک. ولی قبلش باید آموزش ببینی که چه کارهایی باید انجام بدی، چطور کارشناسی بدی، چطور ارتباط، چطوری مذاکره کنی که اعتماد این آدما رو جلب کنی که طرف چیزی که داره تو ذهنشو به شما بگه. بعد با توجه به ارتباطایی که از شغل خودت داری وارد بازسازی میشی و نمیتونم بگم چقدر درآمد داری، سقف نداره. اگه بتونی قوی کار کنی زندگیتو متحول میکنه. هم درآمد از شغل املاک داری، هم درآمد از تیم بازسازی داری. ببین خودت حساب کتاب کن ببین چقدر میتونی درآمد داشته باشی. و فرصت ها اینا اتفاقاتیه که من اسمشو میذارم فرصت هایی که در شغل املاک هست و خیلیا به شما نمیگن یا اصلا نمیبیننش که بخوان به شما بگن. میتونم بهتون بگم 80% نمیبینن، 20% هم نمیگن. خیلی معدود آدمایی هستن که اینا رو بیان به شما. من به عنوان یک معلم وظیفه خودم میدونم که اینها رو به شما بگم. خب این داستان پس شد برای خدمت شما عرض کنم که کاسب ها. ولی اگر آموزش نبینی تو این قضیه که بهت گفتم، یعنی تو شغل املاک، باید خاکخوری کنی و این خاکخوریه اذیت میکنه شما رو، چون میگی زمانمو گذاشتم ولی نتیجه نگرفتم. پس الان باید آموزش ببینی اول، بعد واردش بشی. هم این بیکاره که میخواد وارد کار شغل پولساز بشه، هم شما که کاسبی و شغل آزاد داری و کاسبی و بلدی باید آموزش ببینی که اصلا آقا ساختمون چیه، سنگ چیه، متریال چیه، نقشه چیه، تعداد طبقات چیه، لوکیشن چیه. اینا تاثیرگذار همه. اینا رو یاد بگیری، مذاکره رو یاد بگیری، بعد بتونی وارد بشی اون کاری که بهت گفتم رو بکنی که خیلی هم جذاب.